آیت الله صمدی آمری: خدا مجبور بود از ما شهید بپذیرد. حالا شاید الان بشینیم از جنبه نظامی تحلیل کنیم، بگیم که عملیات‌های مختلفی که ما داشتیم اگر شهید کمتر میدادیم بهتر بود. اما از بس که خواسته قلبی جوانامون، رزمنده‌هامون این بود که ما شهید بشیم، من فکر میکنم خود خداوندم به تعبیر خودمونی کوتاه آورد، دیگه مجبور شد این مقدار رو هر جوری شده به شهادت برسونه، چون حجم تقاضا خیلی بالاست. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو پروردگارم کارهای زشت چه آشکار و چه پنهانش و گناه و تجاوز ناحق را حرام کرده است و نیز این که چیزی را با الله شریک سازید که دلیلی بر درستی آن نازل نکرده است و این که چیزی را به الله نسبت دهید که نمی‌دانید.